سلام بچه، خیلی خوش اومدید کانال اپیکار گایز. اومدیم اگزوز رو نصب کنیم. آقا اینجا اومدیم اینو دادیم به اگزوسازی ببینیم چه جوری نصبش کنیم که باک نخوره، چون که یه لوله باک از بغل اگزوز رد شده بود و تصمیم گرفتیم که یه زانویی بزنیم بهش. رفتیم زانویی گرفتیم، آوردیم دادیم آقا جوش داد. کارو بگیر داداشی، کارو بگیر، سربازو میکشم. آره خلاصه زانویه رو داشتیم جوش میدادیم، بعد دیگه زانویه رو جوش دادیم که ببینیم درست قشنگ فیت میخوره و دیگه این به لوله باک گیر نمیکنه که یه وقت آتش سوزی رخ بده و نصبش کردیم. دیدیم به به چه جای ترتمیزی و هیچ مشکلی هم نداره. بعد شروع کرد آقا به جوش دادن و به به صدا رو بشنوید. یه کاداف این هم از کیتش که نصب کردیم سر باتری و بریم صدا رو بشنویم.